ولی شما زمانی که میگی این عشق 1 ساله شاید عشقی نبوده، پس شما چیزی رو گو میخوری عشقی نبوده، الان میگی عشقی نبوده. به همون موقع چرا به اون نگفتی؟ چرا رابطه رو به هم نزدی؟ گو میخوری با یه دخترت که تنهاست تو ترکیه، داری زندگی میکنی، تمام مدت پیشش بودی، باهاش پارتنر بودی، بدونی که بهش بگی عشقم نبوده باش کیری. گفتی اینجا منتظر دکترم. آقا اصلا من یه سوال دارم، چرا بهش چه هیچکی بر نمیگره به شاهین بگه اصلا ورزشه این چه ربطی داره؟ آقا نمیره. خب تو چرا چون ورزش نمیکنه ولش میکنی؟ اصلا اینو چه هیچکی بهش اینو نمیگه بگه مگه وظیفه تو ورزش اون بوده؟ اصلا چه ربطی داره؟ مثلا تو فکر کن یه پارتنری داری مثلا میگه آقا چرا ورزش نمیری بعد ولش کنی. نه اینکه این فقط چون ورزش نکرده ولی حالش خوب بوده نه من ولت کردم، اونم تلفنی. خب گو میخوری دیگه، اصلا هیچ فاکت اینجا چرا اوکی نمیگه. بعد از اومدن محدثه چه اتفاقی افتاده تو رابطتون؟ قوی تر شده. ما الان احساس می‌کنیم که چقدر با هم وابسته ایم و چقدر همدیگه رو دوست داریم. اتفاق خاصی افتاده؟ سوالتون؟ من بیشتر فهمیدم که شاهین واقعا دوستم داره. چرا اینو گفتم بهتون و چرا اینو گفت؟ این جواب اصلا جواب من، چون این جواب کاملا از روی دفاع میاد، یعنی سیستم مکانیزم دفاعی تناز این حرفو میزنه. این حرف دروغیه که تو فقط برای دفاع میزنی. ببین سریع همینو گفت، مثلا جمله رو پیش بینی کردن. ما الان فهمیدیم که همدیگه رو بیشتر دوست داریم، یعنی داره گو میخوره، خودش هم میدونه داره گو میخوره. امیدوارم بقیه هم بدونن که داره گو میخوره. صرفا تنها حرفی که میشه توی این موقعیت زد همین یه دونه بود که من بهتون گفتم. هر کار بفرمایید. من چون دیدم تو ناراحتی حرفمو نصف نیمه ول کردم. گفتم ول نمی‌کردی؟ مگه من اومدم گفتم ول کن؟ گو نخور جند کسکش. هر شب کیری تر از قبل میشی. هی میخوام بگم آدمی کیری، چقدر تو تناز کیری ترین دختر الان تویی. نمی‌کردی. اصلا من به خاطر اینکه شما دو تا کنار همین ناراحت نبودم. مثلا یه موضوع دیگه ناراحت بودم، داشتم با امیر صحبت می‌کردم. اصلا واسه مهم نیست. کسکش اصلا با خودش فکر نمی‌کنه دوست پسرش برگشته خیانت کرده به اون. این شاکیه که اون چرا اومده. برو کیرم ننت ریدم. تو اگه غرور داشتی که نداری الان بعد میریدی به شاهین که تو گو خوردی تو رابطه اومدی با من. کیرم تو اون مغز کسکش. من عاشق صداقت، تو عاشق خیانت، هر دو به این دو رنگی بدجوری کردیم عادت. خب بازی بین من و تو چی بوده؟ بیا اینو بازی بین من و تو عشق بود. با یه گل اومد به یک قدمی. اون میگه بازی من تو عشق. اصلا کوسشره در لحظه. یعنی علی همون فرمول همیشگی که بهتون گفتم، همون کلمه‌ای که در لحظه مغزش میاد اونو استفاده میکنه. اصلا مهم نیست چیه. بازی من و تو یادش اومده که یه فیلسوفی توی تلویزیون برگشت گفت اینها بازی عشق است. یارو داره در مورد مثلا رمان، داره در مورد شکسپیر حرف میزنه. اون جمله علی همونو یادشه، میگه بازی من تو بازی عشق. کیرم نره دلی با این حرف زدنه.